سلام دوستان، مهدی لجند هستم و خوش اومدید به یکی از ویدیوهای خوب و جدید کانالمون. این ویدیو واقعا بچه ارزش درست کردن ویدیو رو داشت، چون هر جا بچه میرفتم توی یوتیوب میگشتم میدیدم مثلا توی لایو ها میرفتم یارو مثلا با پینگ خوب بازی میکرد و بقیه میدیدم توی لایو مینوشتن چطوری پینگت خوبه و اینطوری داری بازی میکنی. من با خودم فکر کردم، گفتم مگه هموطنای من نمیتونن پینگ خوبی بگیرن توی گیم؟ مگه فیلتر شکن خوبی ندارن؟ بعد اینکه تحقیق کردم دیدم همه میرین مثلا پول به گیم بوستر رو این حرفا میدید، اشتراک میخری، اشتراک یه ماهه یا این چیزا. و بعضی از شما که مثل من یا مثل من دیگه مثلا پولی ندارید، اشتراک این چیزا نمیخرید ولی نمیتونید بازی کنید. و من اومدم مثلا یه فیلترشکن خوب بهتون بگم، به والله که راست میگم بچه، به قرآن یا این دستی که من گرفتم پینگم واقعا پینگ خوبیه. پینگ 70-80ش واقعا مثل پینگ 60 قبلا نمونه. بگم چرا پینگمون 70-80؟ چون بچه سرورمون مثلا پلیر نیست، واسه همین پینگمون اینطوری، وگرنه پینگمون همون 60 و این چیزا میشه. ولی خب هیچ فرقی نداره. نگاه شما سرعت لوت رو ببین، خدا وکیلی خیلی وی پی ان دنگ خوبیه. و از تو درخواست دارم آقا، این ویدیو رو میبینی به رفیقت هم بگو تا اونم بدونه، مثلا اسم فیلتر رو بگو. نمیخواد بگی بیاد ویدیوی منو ببینه، نمیدونم این میخواد از خودش برای خودش استفاده کنه یه حرفا. نه، من گفتم چون خیلی درخواستات بچا زیاده، هی مثلا وی پی ان میخواستید و منم اومدم یه وی پی ان مثلا بهتر از اون قبلیه بهتون بگم. این وی پی ان رو بچا من میدونید از کجا فهمیدم؟ این وی پی ان رو من یه ویدیو درست کردم، گفتم یه وی پی ان خوب دارم، اونم وی پی ان خوبیه. بعد یکی از بچه‌ها گفت داداش یه وی پی ان رد دارم، برو اونو نمیدونم بریز، وی پی ان خوبیه بالاخره. من گفتم باش، رفتم ریختم و بچه‌ها واقعا وی پی ان خوب بود، پینگ خوبی بهم داد. و اینم بچه‌ها صفحه به عنوان مثال بچه‌ها مپ تمرینی رو باز میکنیم و میریم داخل مپ که بهتون ریجستری و پینگ و همه چیزو بهتون نشون بدم که نگید داشتمون دروغ گفتین این حرفا. واز بچه‌ها خب که واز توی کامنت ها میدونم بعضیاتون دنبال حاشیه این حرفا، بعضی از آدما هستن که مثلا میگن این دروغ میگه، این کسچر این حرفا. ولی واقعا بچه‌ها دیگه توی تصویر داریم میبینید که پینگو میبینید، پینگ 82-83 این اصلا تکون نمیخوره. یعنی شما مثل قبلا که بازی میکردم یهو مثلا پینگ 60 بود یهو میرفت روی 199 یا 200، ولی الان پینگ ثابته بچه‌ها روی 80 تکون نمیخوره و واقعا وی پی ان خوبیه. من خیلی ازش راضیم. تست اینستا ازش دارم، تست تلگرام ازش دارم دیگه، تست یوتیوب، همه رو بچه سریع باز میکنه. اینم با AK117 که نگید با شادگان خوب ریج میشه و این حرفا. اینم AK117 که ریجستری رو واقعا داری توی تصویر میبینید، عالیه. خدا وکیلی کی میاد مثلا بری نزدیکای 400,000 تومن بری یه اشتراک یه ماهه بخری از گیم بوسته؟ خب این که واسط میاره پینگ ثابت هم بهت میده دیگه، چی میخواد داشت؟ فقط چیزی که من ازت میخوام این ویدیو رو لایک کن. و اینم بچه‌ها از برنامه مثلا اینم تست اینستا، ببین چطوری باز میکنه. این اینستا مثلا ببینید فقط چه واقعا فیلتر خوبی. نگاه اینستا چطوری باز میکنه، جوری که من ازش میخوام. واقعا خیلی وی پی ان خوبیه. و اینم از یوتیوب بچه‌ها دیگه تستاشو گذاشتم. واقعا اینو گذاشتم چون میدونستم بعضی از شماها مثلا میایین میگید چرا این ویدیو مال قبلنه، چرا تستشو نمیذاری این حرفا. الان که میبینید وی پی ان وصله، صفحه گوشی رو میبینید. و اینم بچه‌ها گیم که الان نگاه از گیم بیرون شدم اومدم، وازم پینگم خوبه بچه‌ها. دیدی واقعا وی پی ان خوبیه، عالیه. و از شما درخواست میکنم این وی پی ان رو بریزید، واقعا خوبه. و الان وی پی ان میاد بهتون نشون میدم اسم وی پی ان چیه و وی پی ان چی هست. از گیم بچه‌ها میام بیرون، الان بهتون نشون میدم، صبر کنید. خب تا بیام بیرون. خب دوستان
اینجا بچه ها این وی پی اسمش سایپر وی پی و باید شما روی این چیزی که من گذاشتم بذارید تا پینگ خوبی بهتون بده و واقعا عالیه. اینو حتما دانلود کنید. اگه هم ندارید چنل تلگرام من هست میتونید دانلودش کنید. عشقای منید. بای بای. دوستون دارم.